اینجا امر بهیا بر ابا فرمود بهیا بر ابا اموخ لمود مشیع دبر گدول بان اولام رشایم کریم نزدیک ایام مشیع یک مرگ و میر میاد در دنیا و رشایم کریم اونایی که رشایم هستن بین میرن اگه بنیم توادر نتونوریه چرا نشاری این که در شریف فرماد اگه بانیم توادر نتونوریه این موهایی که در اونها گل انگور هست اینا بوی خودشون را پخش کردن. این درباره کی گفته شده؟ درباره اونایی که باقی میمونن برای نعمت های نشعر بسیون و نظر گرفتنهای که اونها عاقبت باقی خانمان و از بین خان رفت. خب اینا بعد اینو بدیم که این میدراش اگر 10 سال پیش اینا میگفتیم مردم به این میخندیدن. یعنی چی؟ مرگ و بری میاد برش این کاریم مگر این همه پیشرفت در طب و در علم طب و در این همه تجربه در طب در این همه مواد شیمیایی و این همه داروها و این همه کامپیوترها و این همه دانشمندان خیلی معروف طب، این دکترهای خیلی مجرب میاد همین رو از بین بره. مگه میشه من چنین شده؟ پاری میان یه بکسری میزنه تمام شد رفت. یعنی چه که یک مرگ و میر میاد و رشایم کلیم مگه میشه چنین امکان داره؟ امکان نداره. بعد چی میگه اینجا؟ حالا میفهمه این ویروس خیلی این پرروه، خیلی دمجه، از یه چیزی میترسه، میره مرتب داره در دنیا پخش میشه. اینجا میفهمیم که اولا یک خالقی هست، یک حشم هست که وقتی که این مقدر فرموده که یک مجازات بیاد هیچ کسی رو جلوی نمیگیره. اون دولت های امریکا و انگلستان و اینا با اون همه تجهیزات و با اون همه تشکیلات و با اون همه سلاح و اون همه علم و این هیچ کاری نمیتونن بکنن. عاجز و درمانده موندن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. هیچ عجیب غریب یه ویروسی اصلا دیده نمیشه، تمام دولت های دنیا را زده و مغلوب کرده. این همه اقتصاد پیشرفت در اقتصاد، در بازرگانی، در نعمت، در صنعت، در طب چی شده؟ الان داره میخوابه میره پایین. عجب غریب. اینجا وضع دنیا مخصوص شده بیشتر از جنگ جهانی دوم. در جنگ جهانی دوم فقط یک کشور اروپا و آمریکا و قسمتی از آسیا و ترکیه مثلا، ولی این همه کشورهای آسیایی به غیر از ژاپن و چین، این همه کشور آفریقایی اینا در امان بودن، در راحتی بودن. این همه دنیا در وحشت نبود، یک قسمتی از دنیا. برای اینجا تمام دنیا در وحشت هستن. حالا معلوم که این برای این یک دوایی پیدا میکنن معلوم نیست. و اینجا ما میفهمیم که حشم درخت وقتی مقدر فرموده هیچ کس نمیتونه جلوی حشم بگیره، هیچ کس نمیتونه اون تقدیر حشم درخت را به هم بزنه و هیچی. بعد چکار کرد؟ تسلیم حشم درخت شد و اینطوری که میگه رشایم کلیم، اونایی که رشایم هستن، برای اونایی که رشایم نیستن زنده میمونن. پس راه نجات از این ویروس چیه؟ تشوبه، که وقتی انسان تشوبه بکنه از همه گناهان این صدیق حساب میشه و این ویروس متوجه نیست. این ویروس اگر دستور گرفته که بیاد به این شخص فرا میکنه میره، چون این ویروس الکی همطور نمیاد هر کس رسید مرض بهش میده، بلکه این دستور داره که به این طرف برو، اون طرف برو، به این شخص حمله کن، به این شخص سرایت بده. امتحان به خود نیست، این همش از جانب مثل ملخه. و این هم در روز حشنا تمام این اشخاصی که بعد زنده مونن یا برعکس، این همشون در روز حشنا
نوشته شدن بر کیپور مو شدن. این همه در روشنا کیپوره، این چیز تازه نیست. و تشوبه چیه تشوبه؟ اولا این در میدرس میفرماد که در دوره داوود امیر علیه السلام هر روز 100 جوان از بین میرفتن. 100 جوان داوود امیر علیه السلام تحقیق کرد از نبییم یا روح خودش راه جلوگیر این همه مرگ و میر. هر روز 100 جوان خیلیه، یعنی در 1000 روز 100,000 جوان از این برن، خیلی وحشتناکه. راه جلوگیر از این مرگ و میر چیه؟ این جواب داده شد که اگر قوم اسرائیل هر روز 100 برخه بگن، این 100 برخه گفتن این مرگ و میر را قطع میکنه. پس ما یک راه خیلی، یک چاره خیلی عالی پیدا کردیم که این مرگ و میر قطع بشه، یا اگر هم قطع نشه از قوم اسرائیل دور بشه. چی؟ که ما هر روز 100 برخه بگیم. 100 برخه البته دوره داوود علیه السلام این متن که ما الان داریم بروف ترجمه برای آدم نبوده. تا هر کس طبق دلهای خودش یک برخه میگفته. مثلا برخه میگفته هشم متبرز هشم که من چشم دادی، من گوش دادی، من قلب دادی، من ریه دادی. هر کس طبق دلهای خودش برخه میگفت. ولی این متنی که ما داریم نبود تا دوره انچه که نتقدره در ابتدای بیت شنید. انچه که نتقدره آمدن و برای تمام قوم اسرائیل یک متن معینی را تدوین فرمودن و تمام برخه ما داریم از اون موقع. پس ما اینجا یک راه بسیار عالی پیدا کردیم که چی؟ 100 برخه گفتن در رو چه برخه؟ نه که برخه دادن نشد برخه. این حضرت سلام نه تنها که این قطع میکنه، حتی هم الکتروگ هم برای دشمن اسرائیل بدخواهی و گذرای بد برای دشمن اسرائیل هم نازل میکنه. باروخ اتا هشم کلمه بستی درست تلفظ بشه و همینطور در موقع ذکر هشم بعد نیت کرد هشم برای ارباب تمام خداوند بوده هست خواهد بود الوکینو و نیت کرد شبرخ نیرومنده سامه قدرت هست ملخ هاولم، نه ملخ علم ملخ هاولم. بعد اینو خوب تلفظ کرد و در این صورت هر برخه این میاد و این جلوی ویروس ها را میگیره که به انسان سریعت نکنه. و به خصوص در برخوت شهر این متاسفانه کسی نیست که در 3 دقیقه 2 دقیقه همه برخوت شهر را تمام میکنن. این شد برخه. این برخه ما چی میگه برای اینا؟ برخه میگیم متیر اسوریم غیب کذوبیم وقیح بریم. این برای ما برای هر نعمتش برای ما داده ما داریم حساب شکر میکنیم. و چی میگه این در 3 دقیقه همه برخه را تمام کردم. این بعد انسان از خود عادت بده که از صمیم قلب این برخه را بگه. وقتی انسان از صمیم قلب برخه گفت برخه بهش سلامتی میده که از روی سلامتی حساب شکر بکنه. پس ما اگر درستی ما باستی تمام سعی کنیم بکنیم برای مسئولیت در این مرض. درسته این هیچ شک و تردید نیست، باید خطر بکنیم، ولی باید بدونیم که اصل جلوگیری از این وبا این بلا چیه؟ گفتن 100 برخه در روز به طور صحیح سلیس و با نیت کردن اسم هشم. من بدونیم که وقتی انسان اسم هشم را میکشه و نیت میکنه اسم برخ هم بهش عمرش طولانی میکنه، چون همیشه هشم برخ برکس به طبق اون که رفتار میکنه به باید رفتار میکنه. ما اگر مثلا تون ازگاونیم میخونیم برای اسم هشم را به طور واضح سلیس و روشن بکنیم و نیت بکنیم اسم هشم را بکشیم، هم در عمر ما کشیده میشه، میره جلو بیشتر میشه. موضوع دیگه هم که باید بدونیم این موضوع لشون آرا، لشون بدگویی، نمامی، این هم خیلی 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 در قوم اسرائیل این وقتی رعایت بشه، وقتی لشون آرا گفته نشه باشه، حتی اگر قوم اسرائیل خطاکار باشن اون نیروهای بدخواه نمیتونن درباره قوم اسرائیل بدخواهی بکنن. چرا؟ چون هشم برخ اونطوری که رفتار میکنه باید رفتار میکنه. همینطوره که این شخص از هیچ کس بدی نمیگه، همینطور هم
همطور برای این نیروهای بدخواه نمیدونن درباره این شخص بدخواهی بکنن و این شخص مسئول میمونه. موضوع دیگه هم که باید بدونیم این موضوع ذکر کرده اسم هاشم بی خودی. متاسفانه کسان هستن در ایرانی ها میگن یک کلمه هست که به عربی قسمه، من میگم اینا به طور کامل میکنم، فقط میگم به طور مقطوع و بعد لا. این قسمه، قسم به عربیه، قسم خوردن حتی اگر راست هم باشه بی خودی باشه، یعنی این لازم نباشه، برای دشمنان و بدخواهان اسرائیل انواع بدبختی و فلکت را ایجاد میکنه. این قطعه خیلی بدیه که هر میخوان برای متقاعد کردن طرف چرا دیر آمدید این قسم میخوره برای چون اتوبوس دیر رسید یا یک گرفتاری به شما، یا بعضی اصلا به فارسی به بعد خدا، این هم قسمه. همینطور اسم هاشم را ذکر کردن اسم هاشم به فارسی فقط در مورد دعا، شکرانه و شکرانه و دعا میشه ذکر. ولی مثلا اگر کسی یک چیز عجیب میگه به ای خدا، این چیه؟ این اصلا نه شکرانه است نه دعا است، چی نیست. این میشه اسم هاشم به خودی. اسم هاشم رو به خودی کردن حتی به زبانهای غیر از عبری این اصوله و برای دشمن اسرائیل هم وقت گرفتاری ایجاد میکنه. همینطور هم یکی از بهترین عالی‌ترین وسیله جلوگیری از این مرض چیه؟ گفتن بر اشتری سر با کلمه و وقتی میروفه یاد کنیم مثل برای علاج و شفا برسونه کل بسار برای هر کدام مقام اسرائیل. همینطور هم برکت آمازون باستی کلمه گفته باشه با نیت و بدون اینکه در موقع برکت آن از وقت حرکت رو بکنه، گوش خبر مرتب کنه، اینو بیاره اینا بیاره اونجا، این خیلی این کار اصولیه. بلکه بعد انسان موقع برکت آمازون بدون حرکت بشینه و برکت آمازون رو بگه با کمال نیت. یکی از بزرگترین عالی‌ترین علاج برای امراض گفتن برکت آمازون با نیته. موضوع دیگه هم که این باید به استفاده کرد، این چه هاشم در تورا در پرشات دباریم بر پرشات کیتته اونجا سپر دباریم پرشات کیتته گفته شده که لطف الهی بخیر بعد دبار که در موقعی که ما در یک جایی هستیم، در یک خانه هستیم، در یک مجلس هستیم، هاشم برخ از ما میخواد که اوامر منافی فقط در اونجا یافت نشوند. اگر این یافت شوند برای هاشم راست میشه این شخینا از اونجا دور میشه میره. بلای رای بخیربار بلای بخیربار که یک امر منافی فقط در تو دیده نشه و هاشم برای این شخینا نور در هاشم برای از اونجا دور نشه. پس ما اگر در خونه که ما هستیم اگر اوامر منافت اوامر اثبات پاکدامنی محجوبیت ایجاد همیشه انجام بشه، در این خونه شخینا میاد ساکن میشه و شخینا اومد تمام امراض و ویروس ها و همه فرا میکنن میرن. وقتی شخینا باشه دیگه نه این شخینا نورش جلمش و نخواهی همه را فرا میده میرن. پس این یکی از بزرگترین عالی‌ترین وسیله برای دور کردن این مرض این که در هر خانه لباس های زنها و دخترها طبق محجوبیت باشه و همه بدن پوشیده باشه و زنانی که شوهر دارن لباس موشون پوشیده باشه و پوشش مو وقتی طوری باشه که جلب توجه نکنه. پوشش موی که جلب توجه نکنه این پوشش موی درست حقیقی و برعکس این برعکسه. حالا هر که خودش میدونه چه پوشش داری جلب توجه میکنه چه طوری جلب توجه نمیکنه. هر خودش میفهمه خودش دیگه لازم نیست توضیح داد. و این همطور موضوع دیگر که هست این خوندن پرشات کتوره قربانی ها پرشات عقیده قبل از هدو این یک قسمتی هست
که از پرشت عقیده شروع میشه و به پرشت تامید و قطارت و ادو مقامان همینا گفته میشه. این گفتن این قطعات چقدر کمک میکنه برای دور کردن بلاها و مرگ و میرها و امراض. وقتی که ممکن به یه عقد اتفاق بنا بعد اینجا مانعیت بکنیم همینطوری که ابراهیم نبی علیه السلام بله حسد که این مظهر حسد چیکار کرد؟ اسحاق امین مسلم را دست ببست هم که اسحاق امین گیورا همینطور هم مثل برای تمام بدخواها و نیروهای منفی و بدخواه که در بالا هستن اینا را دست ببنده و نگذاره که درباره اسرائیل بدخواهی بکنن، نگذاره که اینا برای قوم اسرائیل بلا ایجاد بکنن. همطور کتاره چقدر مفیده برای دور کردن بلا مرگ و میر. همطور که ما بینیم وقتی که در قوم اسرائیل در بیابان بودن این برای در قوم اسرائیل خطرناک شد و ملائکه آمد اومد شروع کرد به از بین بردن قوم اسرائیل و 14,000 نفر از بین رفتن. در عدد چقدر؟ یک دو نیم 14,000 نفر. این مشرفان مثلا برای فرمود برو فوری قطار بیار خیمه بعده و داخل جماعت اسرائیل باشا که این قطار مانع شیوع امراض و مرگ و میره. پس ما بینیم که خوندن قطار چقدر مهمه، چقدر مفیده برای قطع کردن بلاها و امراض مختلف. و این بعدا البته خیلی چیزایی هم هست که انسان وقتی تورا بخونه، آموختن تورا چقدر مهمه. آموختن تورا هر کس تا اونجا که امکان داره وقتی میزان آموختن تورا رو یاد بکنه. از گوش کردن انواع اقسام برنامه‌های رادیو و اینا بعد خودش را محروم بکنه، به جای این تورا بخونه که این گوش کردن اینا اصلا تقریبا هیچ اصلا فایده ندارن، فقط وقت تلف میکنن. اگر به جای این تورا بخونه این نیروی مقدسی که از تورا آموختن تورا ایجاد میشه میتونه چندین نفر را، صدها نفر را از این بلا مسئول نگه داره. و این امر بیهانان شباش بن دوید و چنان نشانم قیم مسلمان و ترک علی رها. برای این در اینجا ما گفتیم که نزدیک آمدن مسیح این میان مردمی و رشایم را از بین میبره. خب پس ما یک از اینجا وقتی یک خوشحالیم داشته باشیم و بروح هشم ما نزدیک مسیح هستیم. ما بروح هشم مسیح هستیم. در این یک قسمتی از این نبوءه، از این نبوات روح قدس الان اجرا شده و ما باید منتظر باشیم به سایر مراحل آمدن مسیح. امر به شباشن بن دوید با شنرشنا متقیم مسیح ما مترجم علی راحت برای که این ما الان در سال پنجم شمیتا هستیم. سال دیگه تفشین په الف ششمه، سال بعد تفشین په ب هفتمه، سال تفشین په گیمل میشه اول شمیتا. حتما ربی خانان در سال تفشین په گیمل صحبت میکنه که در اون سال یک شهری باران میاد، شهر دیگه هم نزدیکی باران نمیاد. بشنیا هیترا مستلهین با در سال دوم شمیتا هیترا یعنی تیرهای قحطی رها میشن یعنی قحطی میشه. بس رشید رعب گدول متیم با نشیم بتاب حدیدی مجمعات متعاطیم در شدیشید در سال سوم یک قحطی خیلی بزرگ میاد و این که میشه اینم جلوگیری کرد این با تشوبه مثلا مشتاق اسرائیل که تو را فراموش میشه. برای رعب ولو رعب در سال چهارم شمیتا قحطی میشه، قحطی نمیشه یعنی بعد وقت ها بعد یعنی صبح سیرینی متوسطه و همیشه صبح گدو در سال پنجم شمیتا سیری بسیار بزرگی هست، خیلی نعمت و برکت و فراوانی خیلی هست. اخرین بشوتین مسمحیم که قوم اسرائیل میخورند و مینوشند و شادی میکنند و ترا حاضر حیدوشا و ترا برمیگرده به
ישראל, מתחדשת לישראל, בשישית קולות, דרכה לששום ושמיטה, כמי שמאגד דפנים פנג'ום ששום הפתום, וססל, סל ששום שמיטה בעדים, אין מי שאני השסל דייה. השסל די קולות, שרו מכנען, מעדו משיח מיד, משיח מיד, משיח מיד, בשביעית מלחמות, דרכה להפתום שמיטה, جنگش بین دولت‌های دنیا نقطه شبیه و داوید با در مسای شبیه که میشه تقریبا 9 تا و نیم دیگه و داوید با و اینم بدونیم که ما این که گفتن که ما وقتی هر روز منتظر آمدن مسیح باشیم خب این باشیم و این چطور جور میاد هر روز بعد داریم هر روز امروز میاد خب این اینجا چی میگه که این سال اینطور اون سال اون سال بعد مسای شمیتا به داوید با ما میگیم هر روز امروز نه منظور نیست منظور این که انسان امروز میاد بعد هر روز انسان منتظر باشه کی مسیح میاد مثلا میاریم پدری برای کارش تجارتش از خانواده دور شد رفت یه زمین دوردست بهشون گفت من نمیدونم کی برمیگردم نمیدونم و شما منتظر آمدن من باشید من قبل از اینکه بیام 30 روز قبل از اینکه من بیام من نامه میفرستم بدونید که 30 روز بعد از این نامه من میام خب اینا هم هر روز منتظرن که این نامه میاد هر روز انتظار میکنن نامه که میاد نامه که میاد این انتظار میکشن بعد چند سال نامه میاد ولی چی گفته بود این وقتی نامه بیاد 30 روز بعدش من میام پس اینا هر روز شماری میکنن امروز 1 روز گذشت فردا 2 روز گذشت مرتب روز شماری میکنن تا این پدرشون بیاد عیناً همین انتظارم ما برای مسیح داریم که ما نمیدونیم کی میاد ولی منتظر هستیم هر روز ما انتظار داریم که مسیح بیاد و ما نائل به بدن مسیح بشیم و یک شرح دیگه هست که این هر روز امکان داره مسیح بیاد این مسیح بن یوسف علامت نداره اینکه این سال اینطور میشه اینطور میشه نه هر روز امکان داره مسیح بن یوسف بیاد پس این که میگن که هر روز انسان انتظار داشته باشه این درباره مسیح بن یوسف که هر روز امکان داره این مسیح ظاهر بشه ولی ما بدونیم که مسیح بن یوسف نه که هر کس بیاد بخواد میگه من مسیح بن یوسف هستم اینطور نیست مسیح بن یوسف اول که یوحنا بن زکریا ظاهر میشه به حاکمین بزرگ دوره و اینا امتحان میکنن این میگه من یوحنا هستم امتحانش میکنن آزمایش میکنن تحقیق میکنن سوال میکنن جواب میدن مطمئن میشن که این واقعا یوحنا بن زکریا بعد وقتی که تمام این اثبات ها عملی شد میاد یوحنا یک نفر را معرفی میکنه که این مسیح بن یوسف بعد مسیح بن یوسف این هم هر کس نمیتونه بگه این مسیح بن یوسف بعد یوحنا بیاد و معرفی کنه این مسیح بن یوسف وقتی که معرفی شد میتونیم بگیم که این مسیح بن یوسف پس مسیح بن داوید بعد از مدت‌های بعد از اتمام مراحل گوناگون میاد مسیح بن یوسف امکان داره هر روز امکان داره که این تجلی پیدا کنه و میبریم که ما در دوره ما متکی بشیم با مسیح و بینن به مقداش و دیگه در اون ایام ما دیگه خوشبختی داشته باشیم به طور کامل آمین که وقتی بدیم این خوندن لحش تبیلا لحش وقتی اولا در 3 برخورد درشان این در برخای عبود این در وقتی حتما کلمه نیت داشته باشه اگر این در این برخا این نیت نکرد تبیلا نیست و طبق عدم مرام برگرده ولی طبق حرام مثلا چون ما نمیدونیم امروز اگر هم برگرده باره نیت نمیکنه ولی این حرکت با سعی کنه در برکت آباد تا مگه ابراهیم کلمه نیت بکنه فکرش را منصرف نکنه همینطور هم اگر انسان موفق نشد
در مدیم اونجا نیت بکنه که یک عقیده هست که اگر انسان در مدیم تا معروف تاشم تو بشون الهدون نیت بکنه اینم حساب میشه و تکلاش قبول میشه. زاغ بارو